makes me tremble with wonderful rapture, with one burning glance. چطور ممکنه کسی تا الان این سریال رو ندیده باشه؟ واقعا چطور ممکنه؟ برامون یه خورده توضیح بده. سریال ساکسشن یک سریال درام و طنز دارک ساخته جسی آرمسترانگ که توسط HBO ساخته شده که به گفته خیلیا یکی از بهترین سریال های تاریخ تلویزیونه. داستان در مورد خانواده روی، یک خانواده بسیار پولدار صاحب یک شرکت مدیا و انترتینمنت به اسم ویستار روی کوی که پدر سالار این خانواده دچار بحران سلامت میشه. نقشش رو برایان کاکس بازی میکنه و 4 فرزندش که قرار تصمیم بگیرن یا بفهمن روزی که پدر قرار دیگه نباشه وضعیت اینا به نسبت اینکه چه سمتی توی شرکت دارن قراره چجوری باشه. پدر 4 فرزند داره که بازیگرای خیلی خوبی نقششون رو بازی میکنن. پسر بزرگ رو آلن راک بازی میکنه نقششو، پسری به اسم کانر که به نظر میاد تنها کسیه که از اون میزان پولدار بودن و اینکه هیچ دست مستقیم توی شرکت نداره خیلی راضیه. فرزند دوم خانواده کندل، شخصیتی که بازیگری به اسم جرمی استرانگ نقششو بازی میکنه، به نظر میاد که با کفایت ترین فردیه که قراره در آینده رهبری این شرکت رو به دست بگیره، اما کم کم با مسائل و مشکلاتش آشنا میشی. سارا سنوک نقش دختر خانواده رو بازی میکنه، فردی به اسم شیوان که تصمیم گرفته خیلی مستقیم درگیر نباشه، بیشتر به سیاست علاقه داره و تو اون دنیاها میچرخه. فرزند آخر خانواده رومن نقشش رو کیرن کالکین بازی میکنه که اخیراً جایزه اسکارش رو هم برد. توی این سریال هم به نظر میاد خیلی بیشتر از همه درخشید و جدی گرفته شد به عنوان کسی که سابق بر این بازیگر کودک بود. فردی که به نظر میاد که توی سریال آسیب پذیرترین فرزند این خانواده است، اما یه جاهایی مهربان ترین هم هست نسبت به پدر و انگار یه جاهایی از بقیه بیشتر به فکر پدره. این سریال فوق‌العاده پیچیده‌ای از نظر فیلم نامه، از اینکه کلاً ماجرای این 4 بچه و درگیریشون با پدرشونه. درگیری که میگم لزوما درگیری فیزیکی نیست، بحث بازی‌های روحی و روانیه که پدر نسبت به بچه‌ها انجام میده، بچه‌ها نسبت به همدیگه انجام میدن. حالا این وسط آدمای دیگه‌ای هم داریم. یه پسر عموی دورادوری داریم که به خاطر اینکه بتونه خودش رو وصل کنه به این خانواده بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد شرکت میشه، آزار و اذیت همه رو هم حاضر میشه قبول کنه. از اون طرف شیوان پارتنرش که یک بازیگر خیلی خوب اتفاقا نقشش رو بازی میکنه، شخصیت تام رو متیو مکفیدن بازی میکنه و یک رابطه فوق‌العاده عجیب غریب و جالبی دارن که سریال خیلی خوب بهش میپردازه. داستانش از کجا آمده؟ جسی آرمسترانگ که فیلم نامه رو نوشته قرار بوده با الهامی که گرفته از خانواده بزرگ و معروف مرداک یه فیلم نامه برای یک فیلم بسازه، اما اصلا هیچ وقت این فیلم نامه به مرحله تولید نمیرسه. سعی میکنه داستان رو یه ذره گسترش بده، دنیای وال استریت رو داخلش بریزه، از چندین خانواده دیگه هم الهام بگیره مثل خانواده مکسول ها و خیلی های دیگه و نهایتاً این چیز رو خلق کنه که الان خلق کرده. شاید تنها چیزی که باعث می شد من یک مدت طولانی یک مقدار دافعه نسبت به این سریال داشته باشم و نخوام ببینمش سبک فیلم برداریش بود که عمدتاً دوربین روی دسته که حس مستند طوری میده به آدم، به تماشاچی. اما این رو هم اعتراف کنم که کافیه 2 قسمت ازش ببینین، اگر که تازه با این مدل فیلم برداری مشکل دارین مشکلاتتون یادتون میره و بسیار درگیر سریال میشین. سریال همون جوری که گفتم درام خانوادگیه، یعنی تمام درگیری بین این شخصیت‌های مختلف.
این که مشکلاتی که این آدم ها دارن، آدم هایی که از قضا همشون بیلیونرن، دیدن و تماشاش برای ما یه جذابیت خاصی داره. مثلا اینکه آره تو ظاهر به نظر میرسه این آدم تو زندگیش هیچ مشکلی نداره، مگه اصلا میشه با این حجم از پول مشکلی داشت، اما اینکه از درون چقدر شکستن، چه ضعفایی دارن، چه نقطه ضعفایی دارن، یه جذابیت عجیب غریبی داره. اینکه بچه‌ها تمام تلاششون رو میکنن که مهر رضایت پدر رو بگیرن تو تک تک کارهایی که میکنن. اینکه علیرغم اینکه آدمای بسیار بزرگ و قدرتمند و معروفی هستن، بازم اعتماد به نفسشون یه جوری میلنگه. اینکه این سریال به نظر میاد توش هیچ آدم خوبی نداره، همه شخصیت‌ها بدن، اما در واقعیت وقتی ریز میشی توی جزئیات رفتاراشون، انتخاباشون، روابطشون، نحوه برخوردشون با همدیگه، میبینی که نه، مثل بقیه آدما خوبی دارن، بدی دارن، یه سری اخلاقای خوب دارن، یه سری باورهای خوب دارن، در کنارش حاضرن خیلی کارایی رو بکنن که خیلی آدمای دیگه هم میکنن که مورد پسند بقیه نیست. از اونجایی که لایک شما باعث میشه ویدیوهای ما بره تو پیج آدمای بیشتری و مخاطبای بیشتری پیدا بکنیم، ممنون میشیم که لایکو بزنین اگر که خوشتون اومده. برگردیم به سریال. در مورد جسی آرمسترانگ، نویسنده این کار، میخواستم بگم که بی نهایت داستانگوی ماهریه. در کنار این داستانگوی فوق‌العاده، اگر شما بازی فوق‌العاده این بازیگرا رو قرار بدین، نتیجه کار میشه 4 فصل سریالی که بسیار اعتیادآوره، بسیار کیفیت بالایی داره و بارها جوایز مختلفی رو از آن خودش کرده. جسی آرمسترانگ به تنهایی 4 بار جایزه بهترین فیلمنامه رو برای این سریال برده. در کنارش بهترین درام سال، بهترین بازیگری از کیرن کالکین بگیر تا سرا سنوک بگیر و همه کسایی که دست به دست هم دادن و همچین اثری خلق کردن. میخوام قبل فیلم برداری گفتی یه بازیگر ایرانی هم داره، مثل اینکه آریان مؤید که بسیار آدم دوست داشتنیه به نظر من، حداقل از راه دور، در حدی که هر بار میاد توی یک صحنه‌ای بسیار میدرخشه و اون صحنه رو انگار از آن خودش میکنه. آریان عزیز، اگر این ویدیو رو میبینی لایک یادت نره. واقعیت اینه که اگه بخوایم در مورد این سریال حرف بزنیم، ویدیویی که میتونیم بدیم بیرون احتمالاً بالای 1 ساعت باشه، خیلی مطلب داره. اما برای اینکه نمیخوایم اسپویلش کنیم، خرابش کنیم واسه اون دست عزیزان کمی که البته ندیدن، از این قسمت عبور میکنیم. بجاش بریم سراغ این مسئله مهم که نهایتاً این سریال یک درام خانوادگیه که بسیار گفتگو محوره. خبری از صحنه‌های اکشن و چیزای عجیب غریب به هیچ وجه توش نیست. نهایتاً هر صحنه‌ای که نگاه میکنی 3-4 تا آدمن که توی یک اتاق نشستن و در مورد مسائل کاری و مالی اون شرکت و خانواده‌ای که قراره آینده اون شرکت رو رقم بزنه دارن صحبت میکنن و این جزو بزرگترین اعجاز این سریاله که چیزی به این عجیبی رو تونسته ازش یه همچین پدیده زیبایی خلق کنه و بسازه. مثل همیشه ممنون که بین این همه محتوای خوب توی یوتیوب ما رو انتخاب کردین که ببینین. ویدیو بعدی میبینیمتون. خداحافظ. تموم شد. ببین میدونی فینالش بین تمام سریال هایی که توی این سالهای اخیر دیدم یکی از خفن ترین فینال ها بود. برگام